میگم که امی یهودا اگر کار کنند بگن که ما کار میکنیم والله قسم قطعا یهودی من آماده‌ام برای همکاری کردن تا و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارت اسرائیل آماده هم برای دادن. چرا فهمیدید؟ من آماده‌ام که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم ترین سفارت دنیا را برام با همین نتانیاهو را من آماده‌ام، من راضیم. علاقه زیچ دیپلماتی با اسرائیل آماده برقرار نمودنم. به خاطر چی؟ به خاطر میگم را پرابلم ندارم. طاغوت پرستای مشرک پرابلم ندارم، من با یگان یهود پرابلم ندارم. من طاغوت پرستای مشرک با تکرار کردم آماده ام با دولت اسرائیل همکاری کنم. طاغوت پرستای مشرک هیچ کس یگان علما نگفتن، پیامبر نگفتن، الله اجازه نداد، رسول الله، صحابه که یک انسان به خاطر به قدرت رسیدن اول کفر و شرک کند، طرفداری کند، کفر اختیار کند، بعد از این به اسلام رود. این خیلی گپ نیست، این مشرک میشه. حتی ما در درس های توحیدی گفتیم، سخن علی بن خضر از بسیار ذکر کردیم که دعوت کردن به واسطه کفر و شرک یا به یک مقصد رسیدن به واسطه کفر و شرک یا که اسلام نصرت میتیم گفتن به واسطه کفر و شرک یا فریب میتیم گفتن، این همه باطل است، دروغ است، کفر اکبر و شرک اکبر است. یکم جواب. دویم جواب این است که ما این خیلی باشد به همین حزبی ها میگوییم که اگر افغانستان به حزبی ها باشد سال 1992 93 وقتی که نو حزبی ها افغانستان به گرفته رفتن، سید عبدالله نوری در همون افغانستان میگه که ما دولتی دموکراتی مردم سالار رو میخوایم. این به چی میگه؟ نه فقط این محمد اقبال صدر، عقیده حزبی ها از اول میخواد. در همون سالهای جنگ اینها قوت داشت، قدرت داشت، اینها هیچ کس مجبور نمیکرد. محمد شریفی همتزاده درباره دموکراتی کتاب نوشته است. تاجیکستان ببینید اینا دموکراتی میخواد، جنگ دموکراتی میخواد، اینا با صدها هزار لشکرش بود دموکراتی میخواد. اینا از اول همین است، زیرا که اینا صوفی قبوری همین منهج سکولاریستی داره. الله گمراه و هدایت بکنه. این گپامش باطل است که ما حاضر مقصد گفتن نمیتوانیم یک روز میگویم، دروغ میگه، مردم فریب میده. این خیلی آدم کمتر حد و حدود میدارد. البته نو مشرکین است. میگم که برادر، خواهر، مادر، هر نفری که در اوکراین یا کانادا هستید، این نفر میان اوکراین و کانادا دور میخورد. فعلا از اروپا بیرون شدگی است و جایی که میخواهد میگردد هم کانادا است هم اوکراین. پس اگر شما خواسته باشید که در اوکراین هم بدنام نشوید و در کانادا هم، هر کجا که این شخصی که برای کفاندن و ترکاندن و برای اینها دست دارد، پس باید شما یا با ما معلومات دید یا اینکه کوشش کنید که خودتان زیر خطر قرار ندهید. برای 4 نفر تاجیک که اتهام دروغ تهمت شد براشون، دیدید که چند میلیون تاجیک مشکلات براشون شد. ولی اینها تکفیری هستند و قتل مسلمان برای اینها جایز است، حالا که غیر مسلمان ها برای اینها مجاز است، یعنی آزادانه هر جنایتی میخوان انجام بدن. پس اینها را، این یعنی که تکفیری را در هر کجا که دیدید باید که بدانید که مصیبت بالای اون منطقه آمده است و یکی از وظیفه های شرعی، ایمانی و اسلامی شما است که باید اینها را یعنی که بفهمید دیگه خودتون. ما نیاز به گپ زدن نیست و ما هیچ وقت ضرر به هیچ برادر تاجیک مسلمان نمیخواهیم، اما اینها افرادی هستند که این ملت، این مردم، این دین زیر خطر قرار میدن. میگم که امی یهودا اگر کار کنند بگن که ما کار میکنیم والله قسم قطعا یهودی من آماده‌ام برای همکاری کردن تا و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارت اسرائیل آماده هم برای دادن. چرا فهمیدید؟ من آماده‌ام که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم ترین سفارت دنیا را برام با همین نتانیاهو را من آماده‌ام، من راضیم. علاقه زیچ دیپلماتی با اسرائیل آماده برقرار نمودنم. به خاطر چی؟ به خاطر میگم را پرابلم ندارم. طاغوت پرستای مشرک پرابلم ندارم، من با یگان یهود پرابلم ندارم. من طاغوت پرستای مشرک با تکرار کردم آماده ام با دولت اسرائیل همکاری کنم. طاغوت پرستای مشرک شخصی که برای کفاندن و ترکاندن و برای اینها دست دارد، پس باید شما
یا با ما معلومات دید یا اینکه کوشش کنید که خودتان زیر خطر قرار ندهید. برای 4 نفر تاجیک که اتهام دروغ تهمت شد براشون دیدید که چند میلیون تاجیک مشکلات براشون شد. ولی اینها تکفیری هستند و قتل مسلمان برای اینها جایز است. حالا که غیر مسلمان ها برای اینها مجاز است، یعنی آزادانه هر جنایتی میخوان انجام بدن. پس اینها را یعنی که تکفیری رو در هر کجا که دیدید باید که بدانید که مصیبت بالای اون منطقه آمده است و یکی از وظیفه‌های شرعی ایمانی و اسلامی شما است که باید اینها را یعنی که بفهمید دیگه خودتون. ما نیاز به گپ زدن نیست. ما هیچ وقت ضرر به هیچ برادر تاجیک مسلمان نمیخواهیم، اما اینها افرادی هستند که این ملت، این مردم، این دین زیر خطر قرار میدن. آمادم که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم، بزرگترین سفارت دنیا را برام با همین نتانیاهو را ما آمادم، من راضیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. میگم که برادر، خواهر، مادر، هر نفری که در اوکراین یا کانادا هستید، این نفر میان اوکراین و کانادا دور میخورد. فعلا از اروپا بیرون شدگی است و جایی که میخواهد میگردد هم کانادا است هم اوکراین. پس اگر شما خواسته باشید که در اوکراین هم بدنام نشوید و در کانادا هم، هر کجا که این شخصی که برای کفاندن و ترکاندن و برای اینها خونگرمن، من میگم قربان اینا باشم. اینا ای کاش که برام در تنش مینه را ببنده، در درون یک عرب بده، در درون وطن، در پیش نمون اولاد رحمانوف یخچنا تیت پیت کنن بکفونن. میگم آفرین تون همین کارا بکنید. دست دارد، پس باید شما یا با ما معلومات دید یا اینکه کوشش کنید که خودتان زیر خطر قرار ندهید. برای 4 نفر تاجیک که اتهام دروغ تهمت شد براشون دیدید که چند میلیون تاجیک مشکلات براشون شد، ولی اینها تکفیری هستند و قتل مسلمان برای اینها جایز است. تیت پیت کنن بکفونن. آفرین همین کارا بکنید. حالا که غیر مسلمان ها برای اینها مجاز است، یعنی آزادانه هر جنایتی میخوان انجام بدن. تیت پیت کنن بکفونن بگم که آفرین تون همین کارا بکنید. همین کارا بکنید. پس اینها را یعنی که تکفیری رو در همین کارا بکنید. هر کجا که دیدید باید که بدانید که مصیبت بالای اون منطقه آمده است و یکی از وظیفه های شرعی ایمانی و اسلامی شما است که باید اینها را یعنی که بفهمید دیگه خودتون. ما نیاز به گپ زدن نیست. تیت پیت کنن بکفونن بگم که آفرین تون. ما هیچ وقت ضرر به هیچ برادر تاجیک مسلمان نمیخواهیم. تیت پیت کنن بکفونن بگم که آفرین تون. اما اینها افرادی هستند که این ملت، این مردم، این دین زیر خطر قرار میدن. اینا ای کاش که برام در تنش مینه را ببنده، در درون یک عرب بده، در درون وطن، در پیش نمون اولاد رحمانوف یخچنا تیت پیت کنن بکفونن بگم که آفرین تون همین کارا بکنید. که یک کار دارن کارم توغوری بگیرن درباره همون انسانایی که اومدگی در اروپا پناهندگی سیاسی گرفتگی خاموشن، در همین لندر سانتو میرن عرض میکنن که انا مو آدمی که داکیومنت دارم، آدم باید حل کنیم. کدام انسانایی که در برنامه‌های مخالفین گپ نمیزنن انیلو رود کرده شد و تاجیکستان روان کرده شد. من همین کار اگر نکردم من پسلیت نیودم. اینا میگه فهم سه بارم داداست ما یاردمت میکنم. ما شامل تیم بخدا قسم این سه زور جام کردگی در تاجیکستان خریدگی و یک کلاو سر میکنید. شما میپرسی من نوم فامیلیا در تاجیکستان چی خریده روی اروپا همش هم میتونید. من تو راه لب چیکه ما ایسیالو شما میکنم تایسو برا پورتاب کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما انشالله که همه چیزایی را میومیم و همون جاهایی که تو زندگی داری حتما ما کارهای انجام میدیم. Воистину, те, которые помогают кафирам против мусульман,
помогают крестоносцам против единобожников, сдают верующих явным кафирам, не являются мусульманами, не являются мусульманами, не являются мусульманами. И не подобает разногласить в их вероотступничестве. Воистину то, что они совершают, аннулирует иман в основе. Кафиры сражаются с мусульманами только из-за их религии, чтобы установить ширк вместо таухида, чтобы установить конституцию вместо законов Аллаха. И те, которые помогают им в этом, считаются предателями и вероотступниками. И не является условием, чтобы они считали это дозволенным и делали это из-за любви к кафирам. Сказал Всевышний: если бы они уверовали в Аллаха, в пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их в себе в помощники и друзья.